هستم، مسئول بخش پروسس مواد غذایی زینت افغان. من تقریبا 15-16 سال شد که در این بخش فعالیت دارم. ما نو که شروع کرده بودیم یک تقریبا 40 خانم ما آموزش دادیم، بس از بین از این آموزشگرای ما کارمند گرفتیم. باز ما جواز گرفتیم، جواز عطیه گرفتیم به نام انجمن زنان خودکفای افغان. به خاطر آموزش ما جواز انجمن گرفتیم. باز بعد از جواز انجمن که ما شاگردای ما پوره شد و کارمندای ما پوره شد، باز ما جواز آیسو گرفتیم از وزارت تجارت. اتحادیه پیشاوران آمد از کارم گزارش گرفت و سروی کرد کارم، آمد دفتر دید، کارمندا رو دید، باز مرا در جوایز گرفت که همون وقت $1000 برای ما جایزه همیشه هست، نوشته است که $1000 جایزه برای خانم فوزیه حمیدی باید که تقدیم شود. این مجله ای است که آمدن از کار ما سروی کردن، کار ما را گزارش گرفتن. این خودم هستم، این شاگردای ما است، این هم معاونم بود، این هم شاگردای بود گرفتن، اینی هم جریان کار ما بود. مال بخارا رو که جور میکنیم در بین از این شایسته کار نمیگیریم، جدی کار نمیگیریم، کانفلور کار نمیگیریم، طبیعی امیر جور میکنیم. یا مثلا اگه آچار هست آچار اوری جور میکنیم، در این سرکه نمندازیم، به خاطر از اینکه سرکه نمندازیم سرکه نقص داره. همین مواد یونانی خودش یک چیز طبیعی است دیگه. ما تقریبا 15 سال شد که ما در این بخش کار میکنیم و کارمندای زیادی هم تربیت کردیم و کارمندای زیادی هم داریم. پیام با حکومتی است که یک کشور باید که اقتصادش اول اقتصادش جور شود. اول امنیت، دوم اقتصاد. هر کشوری که اقتصادش تامین بود تو ضرورت نداره به دیگه کشور که پشتیبانی کنه برش. باید خودش خودکفا شود، باید خودش از همین خانمای خودکفاش کار بگیره، یار سپورت کنه، یار اسپانسر کنه که دیگه هم رشد کنه می اقتصاد ما. شب و روز که کار کنیم خود ما مملکت، هیچ ضرورت نیست به دیگه کشورها که برای ما پشتیبانه شود یا کدام چیز دیگه شود. خود ما دست کار داریم. از طریق زمین اینستاگرام ما دکاندارا ما رو پیدا میکنن، زنگ میزنن، الان ما میبریم بر دکانشان به فروش میرسانیم. ما فعلا ساعت یعنی میشه ساعت اضافه‌ای دیگه اضافه‌ای گرفتیم، خاص به خاطر ازی گرفتیم که نمایندگی ها جور کنم از آنمو بالونای گاز. در نمایندگی که من در خانه من در کار بندازم برشان شغل بدم، برای من بسیار جای افتخار است. همچون استادی که هر کی داشته باشه بسیار خوب است، به خاطر از اینکه بسیار کارما رو تشویق میکنه و اگر تواناییش باشه یعنی کدام پروژه اینا در دسترس ما قرار بگیره دگاه هم کمکش میکنه، به خاطر از اینکه زمینه کار برشون فراهم میکنه، خصوصا به دخترایی که از مکتب بازمانده در این شرایط و تشویقگر خوب و عالی است. اولادای ما در پانتون در کورس در هر جای خودم رساندیم، کرایه خانه نمیال در گردن خودم است، هر چیزی در گردن خودم است، ولی زیاد خوشم هستم که فعال هستم.